سلام عرض می کنم خدمت همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که هر جا که هستین جانتان جور باشه. با جلسه دیگر از درس کیمیا در خدمت شما عزیزان هستیم. این جلسه ما خواهیم که در رابطه با نمبرهای کوانتومی با هم دیگه صحبت کنیم. حالا که نمبرهای کوانتومی چی هسته در داخل جلسه بیشتر توضیح میدیم. ما خواهیم که مفهوم اوربیتال بگوییم، اوربیتال چی هسته، نمبرهای کوانتومی چی هسته و هر کدام چه کاربردی داره. خب دوستان، همونطور که شما قبلا آموزش دیدین در رابطه با اتم نظریه های مختلفی صادر شد تا امروزه در مدل ابر الکترونی رسیدیم. در مدل ابر الکترونی اینطور گفته میشه که الکترون در واقع مدارهای مشخصی به دور هسته اتم گردش نمیکنه. در واقع الکترون ذره‌ای هست که با سرعت بسیار زیاد در فضای پیرامون هسته گردش میکنه و این ذره به قدر سرعتش بالا هسته که کسی نمیتونه خود او را مشاهده کنه. فقط میتونیم حدس بزنیم الکترون در چه مکانهایی در اطراف هسته اتم احتمال حضور از او زیادتر هسته. پس بنابراین در مدل اتمی بور که گفته میشد الکترون ها در فواصل معینی از هسته در حال گردش هسته، این را باز هم ما نمیتونیم دقیق تایید کنیم و اینطور میگوییم که الکترون با سرعت بسیار زیاد در داخل هسته اتم حرکت میکنه و حرکت الکترون ابرگونه هسته. در این معنی که ما مکان دقیق او را نمیتونیم مشخص کنیم و چون مکان دقیق او را نمیتونیم مشخص کنیم از در واقع تعریفی به نام اوربیتال استفاده میکنیم. حالا اوربیتال چی هسته؟ اوربیتال یک فضایی در اطراف هسته اتم هسته که احتمال حضور و موجودیت الکترون در این فضا در احتمال 95% میشه. پس بنابراین ما نمیتونیم 100% بگوییم که الکترون در کجا قرار داره. میتونیم بگوییم که بیشتر و در احتمال 95% در چه مکانهایی میتونسته باشه. حالا که ما برای اینکه بتونیم در واقع ویژگی های الکترون را در داخل اتم توصیف کنیم از 4 نمبر کوانتومی استفاده میکنیم. اولین نمبر کوانتومی اصلی یا N هسته، او را با N نشان میدیم. دومین نمبر کوانتومی فرعی یا نمبر کوانتومی اوربیتالی هسته که او را با L نشان میدیم. سومین نمبر کوانتومی مغناطیسی هسته، او را با ML نشان میدیم و بعدی نمبر کوانتومی مغناطیسی اسپینی هسته که او را با MS نشان میدیم. حالا میخوایم کمک معرفی کنیم که هر نمبر چی هسته و چی میگوید. خب دوستان، اولین نمبر کوانتومی اصلیه، او را با N نشان میدیم. نمبر کوانتومی اصلی همونطور که در مدل اتمی بور شما یاد گرفتید، این شماره مدارها را نشان میده و مدارها را از نزدیک هسته به سمت بیرون معرفی میکنه. از طرف N میتونه که در واقع نشان دهنده قیمت انرژی مدارها هم باشه. در این معنی که هر چقدر N زیادتر میشه انرژی مدارها هم بالاتر میره. N میتونه که مقادیر صحیح و مثبت از 1 تا 7 داشته باشه. دوستان، ما در شما گفتیم که در پیرامون هسته اتم نهایتاً 7 مدار مشاهده شده و این هم گفتیم که اگر عنصری باشه که بیشتر از 7 مدار پر کنه در مدار 8 هم خواهیم داشت. پس بنابراین N میتونه که مقادیر صحیح و مثبت از 1 الی 2 3 4 5 6 7 داشته باشه. دومین نمبر دوستان نمبر کوانتومی اوربیتالیه یا نمبر کوانتومی فرعیه، او را با L نشان میدیم. نمبر کوانتومی فرعی در واقع نشان دهنده نوع سویه های فرعی و در واقع نمایانگر تعداد اوربیتال هایی هسته که در هر سویه فرعی میتونسته وجود داشته باشه. شاید پرسان کنید ما نمیفهمیم سویه فرعی چی هسته یا اوربیتال چی هسته. همه را کم کم در شما معرفی میکنیم. پس تا اینجا فعلا همینقدر بدانید که L نمبر کوانتومی فرعی هسته و L نشان دهنده نوع سویه های فرعیه. خب نوع سویه فرعی چیه؟ سویه فرعی آیا میتونسته S باشه؟ آیا میتونسته P باشه؟ یا D یا F یا G باشه؟ پس L میتونسته که نشان دهنده ای باشه که او سویه فرعی چی هسته؟ S P D یا F هسته. از طرف تعداد اوربیتال هایی که در هر سویه هم وجود داره را میتونیم با کمک L تعیین کنیم.
از نظر عددی L همیشه یک واحد از N کمتره. پس دوستان L همیشه یک واحد از N کمتر میشه. در عنوان مثال اگر N 3 باشه، اگر شما از 3 یک دانه کم کنید چقدر میشه؟ میشه 2. L میتونه مقادیر 0 تا 2 را داشته باشه، یعنی 0 1 2. یا مثال دیگه اگر N 4 باشه، شما یک دانه از 4 کم کنید چند میشه؟ میشه 3. حالا L میتونه که مقادیر 0 تا 3 را داشته باشه، 0 1 2 3. خب پس از نظر عددی L همیشه یک واحد از N کمتر هسته. خب ما میتونیم که قیمت‌های عددی L با حروف خاص نشان بدیم. دوستان همونطور که در اسلاید قبل گفتم، L نشان دهنده نوع سویه‌های فرعی و تعداد اوربیتال‌های موجود در هر سویه فرعی هستند. در عنوان مثال ما سویه فرعی S با L مساوی در 0 نشان میدیم. هر وقت میگویم L مساوی در 0 منظور ما سویه فرعی S. یا سویه فرعی P را با L مساوی در 1 نشان میدیم. یا مثلا L مساوی در 2 سویه فرعی D را معرفی میکنه، یا L مساوی در 3 سویه فرعی F معرفی میکنه. پس بنابراین دوستان L از لحاظ عددی سویه های فرعی مختلف نشان میده. هر سویه فرعی دوستان گنجایش مشخصی داره، یا هر سویه فرعی حد اعظمی مشخصی داره که حالا میخوایم بگوییم چگونه میتونیم این حد اعظمی را محاسبه کنیم. دوستان سویه فرعی S با 2 الکترون پر میشه، یعنی گنجایش 2 الکترون بیشتر نداره. حالا شما در 2 4 تا علاوه کنین، 4 تا اضافه کنین، چقدر میشه؟ میشه 6. سویه فرعی P با 6 الکترون پر میشه. در 6 شما 4 تا دیگه اضافه کنین، چقدر میشه؟ میشه 10. سویه فرعی D با 10 الکترون پر میشه. شما در 10 4 تا دیگه اضافه کنین، چقدر میشه؟ میشه 14. سویه فرعی F با 14 الکترون پر میشه. و سویه فرعی G با چند الکترون پر میشه؟ بله دوستان با 18 الکترون پر میشه. اینها رو در خاطر بسپارین. خب نمودار اوربیتال چیه؟ ما برای اینکه بتونیم چگونگی توزیع الکترون ها را در سویه های فرعی، پس چگونگی توزیع الکترون در سویه های فرعی و جهت چرخش الکترون ها را نشان بدیم، از نموداری به نام نمودار اوربیتالی استفاده میکنیم. دوستان نمودار اوربیتالی را ما با یک مربع که نمایانگر اوربیتال باشه نشان میدیم و الکترون های داخل اوربیتال ها را با یک وکتور نشان میدیم. و این جهت وکتورها به عنوان مثال نمایانگر جهت چرخش الکترون در دور خود هستند. پس یک بار دیگه میگویم نمودار اوربیتالی نموداری هستند برای نمایش چگونگی توزیع الکترون در داخل سویه های فرعی و همچنین جهت چرخش الکترون در دور خود می باشه. خب دوستان اوربیتال ها را که او را با مربع نشان میدیم، نشان دهنده ای هسته که در واقع اوربیتال 2 الکترون بیشتر جا نمیشه. پس هر اوربیتال فقط برای 2 الکترون در 2 جهت مخالف یا در 2 اسپین مخالف جای داره. حالا میخوایم چند مثال با هم دیگه حل کنیم. اگر L مساوی در 0 باشه دوستان، این کدام سویه فرعی رو معرفی میکنه؟ بله این سویه فرعی S معرفی میکنه. حالا میخوایم بگوییم که در داخل این سویه فرعی S چند اوربیتال میتونسته باشه و الکترون ها در داخل اوربیتال ها چگونه توزیع میشه. دوستان ما تعداد اوربیتال ها را در داخل هر سویه فرعی از فرمول 2 ضرب L جمع 1 حساب میکنیم. این شما اول نگاه کنید که او اوربیتال که او سویه فرعی L از او چند هستن. شما 2 را در او ضرب کنید و جواب خود با 1 جمع کنید. الان دوستان برای سویه فرعی S که L از او 0 باشه، اگر من به جای L 0 قرار بدم، 2 ضرب 0 چند میشه؟ میشه 0. 0 جمع 1 چند میشه؟ میشه 1. پس دوستان در سویه فرعی S یک اوربیتال بیشتر وجود نداره. حالا قصد دارم که همین یک اوربیتال میخوام با الکترون پر کنم. قاعده ای هست که شما حتما باید در داخل هر اوربیتال الکترون ها را با اسپین های مخالف یا جهت های مخالف پر کنید. به عنوان مثال اگر شما یک وکتور در سمت بالا میکشین، وکتور بعدی را باید در سمت پایین بکشید، در جهت های مخالف باشه. بعدی چیه؟ گفته Lش 1.
اگه ال در یک باشه این نشان دهنده سویه فرعی پی میشه که تعداد اوربیتال ها در همین سویه فرعی پی باز دوباره از فرمول دو چند ضرب ال دو چند ال جمع یک حساب میشه. چون ال یک هسته اگه من به جای ال اینجا یک بنویسم، دو ضرب یک چند میشه دو و دو جمع یک چند میشه سه. یعنی که در این سویه سه اوربیتال وجود داشته. حالا دوستان قصد دارم که اوربیتال های از این با الکترون پر کنم. این خوب گوش کنید. طبق قاعده هوند اگر شما بخواهید که اوربیتال های هم انرژی را با الکترون پر کنید، قاعده میگه اول شما باید اوربیتال ها را در شکل نیمه پر، این هر کدام با یک الکترون و با اسپین های همجهت پر کنید. و بعد از او اگر الکترون اضافه تر داشتین شروع میکنین در پر کردن اوربیتال ها با دو الکترون ولی با اسپین های مخالف. حالا قصد رو میره پر کنم. اوربیتال اول فقط با یک الکترون طاقه با یک دانه پر میکنم. اگر بازم الکترون داشتم در اوربیتال بعدی با یک دانه پر میکنم. دوستان نمیم توی قبلی باز برای الکترون بکشم، این اشتباهه. باید شما الکترون بعدی را در اوربیتال خالی بعدی قرار بدین. پس من این یک دانه رو پاک میکنم. این پاک شد. حالا اگر بازم الکترون داشته باشم اوربیتال سوم با یک دانه الکترون پر میکنم. اگر باز الکترون اضافی تر داشتم در همین اوربیتال اول یک الکترون دیگه اما در جهت مخالف از او اضافه میکنم. اگر بازم داشتم اوربیتال بعدی را پر میکنم و اگر باز هم داشتیم اوربیتال بعدی را پر میکنیم. همینطور برای سویه فرعی چی دوستان؟ سویه فرعی دی که الش چنده؟ 2 هسته. در این سویه اگر من به جای ال 2 قرار بدم، 2 ضرب 2 چند میشه 4 و 4 جمع 1 میشه 5. در این معنا که در سویه فرعی دی 5 اوربیتال هم انرژی وجود داره. حالا دوستان قصد داریم طبق قاعده هوند این 5 اوربیتال با الکترون پر کنیم. قاعده میگه باید شما هر اوربیتال را اول در شکل طاقه فقط با یک الکترون به هم جهت پر کنید. اگر الکترون اضافه تر داشتین و اگر اضافی شد میدونید که اوربیتال ها را با 2 الکترون با اسپین های مخالف پر کنید. پس اول در شکل طاقه این یک دانه، اگر بازم بود اوربیتال بعدی، اگر بازم داشتیم بعدی، اگر بازم داشتیم بعدی و بعدی. حالا اگر بازم الکترون داشتیم شروع میکنیم اونایی که طاقه هسته با الکترون های در جهت های مخالف از او پر میکنیم. در این شکل این را پر میکنیم. دوستان برای سویه فرعی بعدی که F میشه دیگه شما خودتون میتونید این کار انجام بدین. این در عهده شما باشه. خب پس تعداد اوربیتال ها در هر سویه فرعی از دو چند ال جمع 1 حساب میشه. شما دور در ال ضرب میکنید جمع 1 میکنید، این میشه تعداد اوربیتال ها در اون سویه فرعی. شاید سویه فرعی S بوده، شاید P بوده، شاید D بوده. از طرف تعداد الکترون ها در هر سویه فرعی از دو چند تعداد اوربیتال ها حساب میشه. چرا دو چند اوربیتال ها؟ چون در هر اوربیتال 2 الکترون جای میشه. به عنوان مثال اگر ما 2 اوربیتال داشته باشیم این 2 اوربیتال برای 4 الکترون جای داره، چون هر اوربیتال گنجایش 2 الکترون داره. پس بنابراین تعداد الکترون ها در هر سویه فرعی از دو چند تعداد اوربیتال ها حساب میشه. نکته بعدی هست که تعداد اوربیتال ها در هر سویه از فرمول n مربع حساب میشه و تعداد الکترون ها در هر سویه از دو چند n مربع حساب میشه. پس دوستان همیشه تعداد الکترون ها دو چند تعداد اوربیتال ها میشه. این را در خاطر داشته باشین. خب نمبر کوانتومی مغناطیسی چی هسته؟ دوستان نمبر کوانتومی مغناطیسی جهتگیری اوربیتال ها را در فضا نشان میده. پس نمبر کوانتومی مغناطیسی جهتگیری اوربیتال ها را در فضا نشان میده. ML میتونه که همه عددهای صحیح بین منفی L تا مثبت L داشته باشه. حالا مثال میزنیم. اگر L 1 باشه مقادیر ML میتونه که منفی 1 0 1 باشه. دوستان اگر L 2 می بود ML چند میشد؟ اگر L 2 می بود ML از منفی 2 الی مثبت 2 میشد. میشد منفی 2 منفی 1 0 1 2. این 5 قیمت یا 5 مقدار می داشت.
خب دوستان سویه فرعی S Lش چنده؟ Lش صفره. پس ML چند قیمت داره؟ یک قیمت میشه صفر. در سویه فرعی P L چنده؟ L یکه. پس ML 3 قیمت داره، یعنی از منفی 1 الی مثبت 1، یعنی منفی 1 0 1. حالا اگر L 2 باشه ML چند قیمت داره؟ 5 قیمت داره. منفی 2 منفی 1 0 1 2. و به همین طریق میتونید برای مقادیر بیشتر شما خودتون حساب کنید. اگر L هم 3 باشه، اگر شما نگاه کنید ML تمام مقادیر صحیح از منفی 3 الی مثبت 3 را میتونه که داشته باشه. خب نمبر کوانتومی مغناطیسی اسپینی یا MS چی هستن؟ دوستان نمبر کوانتومی مغناطیسی یا MS جهت چرخش الکترون را در فضا به دور خود نشان میده. الکترون میتونه که در جهت حرکت عقربه های ساعت به دور خود چرخش کنه که در این صورت نمبر کوانتومی مغناطیسی از او مثبت 1/2 میشه، و یا میتونه که خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت به دور خود چرخش کنه که نمبر کوانتومی مغناطیسی از اون منفی 1/2 میشه. این شما در خاطر داشته باشین. چند سوال کانکوری با هم دیگه حل کنیم. سوال اول گفته تعداد اعظمی الکترون ها در هر سویه انرژیکی اصلی، دوستان دقت کنید، گفته اصلی به وسیله کدام فرمول ذیل محاسبه میشه؟ گزینه 1 n مربع، گزینه 2 2n مربع، گزینه 3 2n منفی 1، گزینه 4 2n بازم منفی 1. خب دوستان کدام گزینه درسته؟ شاباز گزینه 2 درسته، 2n مربع. سوال بعدی گفته تعداد اوربیتال ها در هر سویه انرژیکی اصلی به وسیله کدام فرمول ذیل محاسبه میشه؟ گزینه 1 2n منفی 1، گزینه 2 n مربع، گزینه 3 l منفی 1 و گزینه 4 2n مربع. دوستان در اسلاید قبلی، در سوال قبلی گفتیم که تعداد الکترون در هر سویه اصلی از کدام فرمول محاسبه میشد؟ 2n مربع. و تعداد اوربیتال ها نصف تعداد الکترون ها میشه، پس باید چی شوه؟ آفرین، باید n مربع شوه، گزینه 2 میشه. سوال بعدی گفته در قسمت اطراف هسته یا همون اوربیتال چند فیصد احتمال موجودیت الکترون وجود داره؟ گزینه 1 99%، گزینه 2 95%، گزینه 3 35%، گزینه 4 6.5%. که کدام گزینه میشه؟ بله گزینه 2 95% میشه. گفته قیمت L برای اوربیتال مدار فرعی 4F چند میشه؟ دوستان ما گفتیم که هر سویه فرعی یک L مشخص داره. گفتیم سویه فرعی S Lش چنده؟ 0. P 1، D 2، پس F چنده؟ F میشه 3. پس قیمت L برای سویه فرعی F چند میشه؟ میشه 3. حالا گزینه ها رو بخونیم. گزینه 1 گفته 3، گزینه 2 2، گزینه 3 8، گزینه 4 4 میشه. پس کدام گزینه میشه؟ بله گزینه 1 درسته. سوال بعدی گفته قیمت L برای اوربیتال مدار فرعی 5D چنده؟ گزینه 1 4، گزینه 2 2، گزینه 3 8، گزینه 6، گزینه 4 6 میشه. که کدام درسته؟ خیلی خوب است، گزینه 2 درسته، چون سویه فرعی D L از او 2 میشه. سوال بعدی گفته برای نمبر کوانتومی اصلی n مساوی 1 قیمت‌های کوانتومی فرعی L چنده؟ خب دوستان ما در شما گفتیم که نمبر کوانتومی فرعی یا همون L میتونه که مقادیر 0 تا n منفی 1 داشته باشه، از 0 تا n منفی 1. و گفتیم L همیشه یک واحد از n کمتره. حالا اگر n 1 باشه و شما از 1 دانه کم کنین چقدر برای شما باقی میمونه؟ 0 میمونه. پس دوستان L چند مقدار میتونست داشته باشه؟ گزینه 1 گفته 1، گزینه 2 0، گزینه 3 3 و گزینه 4 2. دوستان گفته قیمت‌های کوانتوم فرعی L، یعنی که این چند قیمت میتونست داشته باشه که چند تا داره؟ یک قیمت، او چند است؟ 0. پس یک قیمت بیشتر نداره که او هم 0 میشه.
خب گفتم مطابق تئوری مکانیک معاصر نور چه خواصی را دارا هستند؟ گزینه یک گفته خواص ذروی، گزینه دو گفته نه خواص موجی نه خواص ذره‌ای، گزینه سه هم خواص موجی هم خواص ذره‌ای و گزینه 4 گفته هیچ کدام. دوستان نور طبق تئوری مکانیک معاصر نور هم خواص موجی را داره و هم خواص ذروی را داره. پس این میشه گزینه 3 میشه. گفته یکی از امواج ذیل طول زیاد داره. گزینه 1 موج رادیویی، گزینه 2 موج اشعه ایکس، گزینه 3 موج اشعه گاما، گزینه 4 موج حرارتی. دوستان اگر شما در اسلاید دقت کرده باشید آخرین موج که از همه کم انرژی تر و طول موجهای بلندتر داشت چی بود؟ خیلی خوبه، موجهای رادیویی بود. پس گزینه 1 درست میشه. گفتم مقدار انرژی که در اثر انتقال الکترون از اقشار 2، 3، 4 به قشر نزدیکتر آزاد میشه چه اندازه؟ گزینه 1 گفته زیاده، گزینه 2 گفته بسیار قویه، گزینه 3 بسیار ضعیفه، گزینه 4 گفته ضعیفه. دوستان زمانی که الکترون از مدارهای بالاتر به قشر نزدیک هسته برمیگرده مقدار انرژی که آزاد میشه زیاده، فقط زیاده. پس میشه گزینه 1. سوال بعدی گفته اگر نور سپید وارد منشور شود کدام نور بیشتر منکسر میشه؟ گزینه 1 گفته اصلا منکسر نمیشه، گزینه 2 نور بنفش، گزینه 3 نور آبی، گزینه 4 نور سرخ میشه. که اگر شما او شکل منشور با دقت نگاه کرده باشید اون نوری که از همه پایین تر بود و شکست بیشتری میخورد کدام نور بود؟ خیلی خوب است، نور بنفش بود. پس میشه گزینه 2. خب انشالله که از درس امروزم به اندازه کافی استفاده برده باشین و همه چیز یاد گرفته باشین. هر جا که هستین موفق باشین. خدا نگهدارتون.